اینجا ساختمان ایستگاه مسافرکشانی جریان دارد. این کار را نه حکومت شهر کلاب بلکه صاحبکاران انجام می‌دهند. هر صاحبکار پهلوی هر ایستگاه برای خود مغازه یا داروخانه می‌سازد. شهرداری کلاب میگوید آنها نقشه را آماده کرده اند و به صاحبکاران سپرده اند. ایستگاه‌هایی که با طلبات امروزه ایستگاه‌های زمانوی هستند از طرف سرمعماری شهر لایحه پیشنهاد شده است، لایحه تصدیق شده است و با هم صاحبکارایی که مایل ساختمان امنو دارند ما پیش از همه گفتیم همنو سازند. 5 سال پیش با دستور شهرداری سابق همه ایستگاه‌ها را تخریب کرده بودند. مقامات گفتند که ایستگاه‌ها پاسخگوی طلبات معماری نبودند. عدم ایستگاه‌ها در این چند سال اخیر احساس می‌شد. پیش همی استانوفکن بودن، دمی افتای مقصد می‌آمدن می‌ایستادن، همه گرم بود، از استانوفکن کردن. بهتر شد همه میام میشینن مقصد یا اون چیز اجداد میکنن زور شده که مقصد. این ایستگاه‌ها در شاهراه کلاب شمس‌الدین شاهین قرار دارد، ولی این ایستگاه‌ها مثل ایستگاه‌های نوساخت مرکز شهر کلاب نیستند. پیش در جای این ایستگاه‌های امانت بانک و دانشگاه راهروی پیاده‌گرد بود. ایستگاه پشت سر من طبق لایحه ساختمان راه کلاب شمس‌الدین شاهین ساخته شده است. چند سال پیش مثل این ایستگاه‌ها را در شهر کلاب تخریب کرده بودند. حالا حکومت محلی میگوید که صاحبکاران محلی این ایستگاه‌ها را برقرار میکنند. اما ایستگاه‌های نوبنیاد شده از این ایستگاه‌هایی که طبق لایحه ساخته شده است فرق کلان دارد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.